دیگر از جمله اسباب دلتنگی و استرس ترک نماز است. وقتی که بنده مؤمن نماز نمیخواند، لقی الله و هو علیه غضبان، خدا در عرش بالای از غضب است. روز قیامت که این بنده در حضور خدا ایستاد میشه، الله از این ناراض است. یعنی تا زنده است انسان بی نماز، خدا از این ناراض است. از کسی که خدا ناراض باشه، او خوشحالی و آرامش را با میکروسکوپ نمیبینه. به این خاطر برادرای عزیز، به نمازتان بسیار پایبند باشید. لن تجد الراحه بغیر الصلاه. بزرگی میفرماید بدون نماز هیچگاه به آرامش نمیرسی. بدون نماز هیچگاه به سعادت نمیرسی. حتی امروز مطالعه نشان میده که در اثر فشارهای بیرونی پتاسیم تو بالا میره، وضعیت دگرگون میشه، زندگی تاریک میشه. چون حالا پیش تو چارچی مثبت است، تو نیاز به چارچ منفی داری. همین برقی که روشنی میکنه دو تا لیل داره، مثبت و منفی. وقتی مثبت و منفی یک جا شد، فضا روشن میشه. چارچ مثبت است، چارچ منفی را باید از زمین بگیری. وقتی که سر به سجده گذاشتی، اینجاست که تو به آرامش میرسی. اینجاست که چراغ معنویت در قلبت افروخته میشه. آنهایی که بیشتر سجده میکنند، اگر سجده هایشان صادقانه باشه، پیش از اونها چیزی به نام استرس و خستگی و کوفتگی نیست. سرور ما را چه غمگین شد فؤاد، زود و سر در پیش مولا می نیاد. پس به خاطر ازی که ما به آرامش برسیم، به سعادت برسیم، از این اعمال باید پرهیز کنیم و عملی که سبب سعادتمان میشه، خوشبختی من میشه، او را در پیش بگیره. و الله رحم بفرماید امروز از هر گوشه و کنار صدا میاد که اونجا خودکشی شد، اینجا خودکشی شد. چرا خودکشی؟ الله تعالی میگه ولا تقتلوا انفسکم، خدا نکش. چرا خدا میکشی؟ از فقر خدا میکشی. وقتی فقیر شدی تصور کن که خدا با تو محبت داره. فقر را عذاب تصور نکن، فقر را نشانه محبت خدا تصور کن. اذا احب الله عز وجل عبدا حماه الدنيا كما يظل احدكم يحمي سقيمه الماء. الله وقتی که بنده را دوست بداره، دنیا را ازش میگیره. رسول الله صلی الله علیه و سلم سردار انبیا، بهترین مخلوق خدا، به حد فقیر بودن که ما شبیع آل محمد صلی الله علیه و سلم من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول الله صلی الله علیه و سلم. در روز پی هم رسول الله، فامیلشان، اطفالشان، خانمایشان در روز پی هم از نان سیر نمیشه. یک روز نان میه، فردایش چیزی وجود نداره. گاه رسول الله داخل خانه میشه، چیزی وجود نداره. چیزی است در خانه؟ نخیر. این نسای من ایدن. رسول الله میفرمود که من امروز روزه میگیرم. چرا خودکشی میکنی برادری عزیز؟ وقتی داخل خانه شدی، در خانه چیزی را نیافتی، بگو الحمدلله، هزارها بار شکر، امروز خانه ما شبیه خانه محمد مصطفی شده. از فقر رنج نبریم. ولا تقتلوا انفسکم، به خاطر فقر خودکشی نکن. ولا تقتلوا انفسکم، به خاطر بیکاری خودکشی نکن. چرا خودکشی میکنی؟ آستی بر بزن، کار کن. کسایی که میلیونر هستن، میلیاردر هستن، با هزارها و لکها و میلیونها کار شروع کردن، از صفر کار شروع میکنن. جابز نامش آشنا هستین، شرکت اپل. میفهمین کار از چی شروع کرد؟ وقتی که لوگویش میبینین یک سیب گاز زده هست، خورد بچه است به کنار دکان میره، سیب فروش متوجه میشه، سیب فروش که بچه یک سیب را بسیار با یک تشنگی دیدرایی است. دکاندار احساس میکنه که بچه سیب خوش داره، یک سیب برش میت، یک سیب کلان برش میت. و این سیب این بچه میگیره میبره میفروشه 2 روپه.
با 1 روپیهش سیب میخوره، با 1 روپیه کار شروع میکنه. از 1 روپیه کار شروع کرد، آیسته آیسته شرکت اپل درست میکنه که برای بار اول کامپیوتر اپل درست کرد. بالآخر شرکت اپل به یکی از شرکت های بزرگ فناوری دنیا تبدیل شد. او 1 روپیه نداشت، پیش تو 10,000 افغانی هست، پیش تو 20,000 افغانی هست. تو از بیکاری شکایت میکنی، از خدایت شکایت میکنی و آماده خودکشی هستی. چرا خودکشی کرد؟ والا بیکاری هست.